هنرمندی جوان از جمهوری ازبکستان دلفوزا کبیلووا دستداری ترانه‌های توجیکیست. Assalomu alaykum az O'zbekiston va Tojikiston. Man juda ham orzu qilardim bu tilda. Man bisyor ham orzu mekardim ki bo zaboni tojiki surud saroyam. Holo boshad ba maqsad rasida zabonro niz omukta istodam. Man omadam ish faryod kunam. مشهورترین ترانه‌ها را نیز دلفوزا اجرا کردن می‌خواهد تا دوستداری مردم گردد. ترانه‌های گوگوش را دوست می‌دارد و من همین سرود را انتخاب کرده و سر دید. Bu qo'shiq yoshligimdan yaxshi. این سرود رو از دورانی کودکی دوست می داشتم و سبب همین بود که آن را اجرا کردم. محبتی زیاد به این ترانه بود که آن را دلفوزا با زبان ازبکی اجرا کرد. وقتی سرود به درجه در کار اجرا میکنن البته برای هر یک اجراکار خوش میآید. این مقامسرای جوان به خاطر دوستی خلق‌ها با دیگر زبان‌ها نیز ترانه‌ها سروده است. زندگی زیبا زیبا بگذرد. دارنده مکافات دولتی نیهول دلفوزا کبیلووا در برنامه نوبتی هنر. Mana shunaqa chiroyli suhbat uchun mana shu Dushanbe televideniyasiga برای این صحبت جالب اظهار minnatdori خود را به اهل ایجادکاران تلویزیونی دوشنبه میرسانم. تمنا دارم که دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک تا ابد باشد. abadiy bo'lishini tilab qolaman. تنها در تلویزیون دوشنبه. تو عجب خوش روی تو کمان ابروی عاشق زیبایی من تو که را میجوی